تا حالا احساس کردی که رویاهای بزرگی داری اما انرژی لازم برای رسیدن به اونا رو نداری؟ با خودت میگی فردا انجامش میدم، اما اون فردا هیچ وقت نمیاد. میخوای کارهای بزرگی انجام بدی، اما حتی شروع کردنم سخت به نظر میرسه. به نوشتن یک کتاب، رسیدن به تناسب اندام یا یادگیری یه مهارت جدید فکر میکنی، اما در عوض گوشی رو دستت میگیری و توی شبکه‌های اجتماعی میچرخی یا تلویزیون تماشا میکنی. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش این نیست که تو تنبلی. دلیلش اینه که کار مورد نظر بیش از حد بزرگ به نظر میرسه. وقتی مغزت با یک کار دشوار روبرو میشه، به دنبال راهی برای راحت‌تر کردن اونه و تو رو به سمت کارهای ساده‌تر و بدون زحمت سوق میده. اما خبر خوب اینه که میتونی این عادت رو تغییر بدی. تنبلی یک ویژگی شخصیتی نیست، بلکه یه عادته و عادت رو میشه تغییر داد. حالا میخوام 3 گام ساده برای غلبه بر تنبلی و شروع کردن رو بهتون بگم. گام اول، کار رو کوچیک کن. کارهای بزرگ ترسناکن، پس اونا رو به بخشای کوچیک‌تر تقسیم کن. میخوای کتاب بنویسی؟ به جای فکر کردن به 200 صفحه فقط امروز یه جمله بنویس. میخوای گیتار یاد بگیری؟ لازم نیست یه آهنگ کامل رو یه روزه حفظ کنی. فقط یه آکورد رو تمرین کن. به کوهنوردی فکر کن. کسی یک باره به قله نمیپره، بلکه قدم به قدم بالا میره. پس همین امروز یک قدم کوچیک بردار. موفقیت از همین پیروزی‌های کوچیک ساخته میشه. گام دوم، یه روتین ساده بساز. به انگیزه‌ای که داری تکیه نکن. روی ایجاد عادت‌ها تمرکز کن. انگیزه تموم میشه، اما عادت‌ها زندگی رو خودکار میکنه. مثلا میخوای ورزش کنی، کفشای ورزشی تو کنار تختت بذار تا وقتی بیدار شدی بدون فکر کردن سریع اونا رو بپوشی. میخوای روزت رو مفیدتر شروع کنی، هر روز صبح لیست کارهایی که باید انجام بدی رو بنویس. این عادت‌های کوچیک ساختار ایجاد میکنن و به تو کمک میکنن تا حرکت کنی. گام سوم، از قانون 2 دقیقه استفاده کن. سخت‌ترین بخش کار شروع کردنشه. پس قول بده که فقط 2 دقیقه روی اون کاری که میخوای انجام بدی وقت بذاری. میخوای کتاب بخونی؟ فقط 1 صفحه بخون. میخوای اتاقتو مرتب کنی؟ فقط یه گوشه رو تمیز کن. وقتی شروع کردی ادامه دادن راحت‌تر میشه. مثل هل دادن یه توپ از بالای یه تپه. اولین حرکت سخت‌ترینه، اما بعد خودش به حرکت ادامه میده. یه نکته دیگه اینه که خودتو برای شروع کردن تشویق کنی. بعد از اینکه 2 دقیقه روی کارت وقت گذاشتی، یه جایزه کوچیک به خودت بده. شاید گوش دادن به آهنگ مورد علاقت باشه، یا یه استراحت کوتاه، یا حتی یه لبخند به خودت در آینه. جایزه باعث میشه که شروع کردن لذت بخش باشه و انگیزت رو برای ادامه دادن تقویت کنه. واقعیت اینه که همه از صفر شروع میکنن. افرادی که به موفقیت رسیدن زمانی درگیر همین مشکلات بودن، اما اونا ادامه دادن. تو هم لازم نیست کامل باشی، فقط باید شروع کنی. به رویاهات مثل یه آتیش فکر کن. در حال حاضر فقط یه جرقه است، اما هر اقدامی که انجام میدی مثل افزودن چوب به این آتیش میمونه. اگه به افزودن چوب ادامه بدی، به زودی یه آتیش بزرگ و روشن داری. یادت باشه شکست خوردن اشکالی نداره. همه شکست میخورن. چیزی که مهمه اینه که دوباره پاشی و ادامه بدی. چکیده کار برای افراد بلند پرواز اما تنبل. 1. کارها رو کوچیک و آسون کن. 2. یک روتین ساده برای انجام کارها بساز. 3. فقط با 2 دقیقه تلاش شروع کن. منتظر لحظه کامل نباش. همین حالا شروع کن. رویاهات منتظر تو هن. پس همین امروز یک قدم کوچیک بردار و اونا رو واقعی کن.